ساعاتی پس از حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل، یک پیام صوتی ضبط شده منتشر شد و نام عملیاتی که انجام شده بود رو طوفان الاقصی خواندند. در این پیام از فلسطینی‌ها خواسته شده بود به مبارزه بپیوندند. اما این پیام رو چه کسی صادر کرد؟ محمد دیاب ابراهیم المصری، معروف به محمد ضیف. اجازه بدید تا انتهای این گزارش فقط از همین نام شهرتش استفاده کنیم. اسکای نیوز در توصیف او می‌نویسه محمد ضیف فرمانده شاخه نظامی حماسه. نام او در زبان عربی یعنی مهمان. برخی هم صفات گربه با 9 جان به او نسبت دادن. شاید به دلیل اینکه تونسته چندین سال خودش رو پنهان کنه و زنده بمونه. اطلاعات منتشر شده حاکی از اونه که محمد ضیف در سال 1965 در خان یونس متولد شده و به دانشگاه اسلامی غزه رفته. حتی در گروه تئاتر دانشگاه هم عضو بوده. ضیف در ابتدای دهه 1990 به حماس میپیونده و بمبسازی رو زیر نظر یحیی عیاش، بمبساز مشهور معروف به مهندس، یاد گرفت. او متهم به طراحی حملات انتحاری که از سال 1995 اجرا شد و جان ده‌ها اسرائیلی از جمله غیر نظامیان رو گرفته. از اون زمان اسرائیل به دنبال کشتن اوست، اما ضیف تونسته فرار کنه. با این حال بر سر حملات آسیب‌هایی دیده. گفته میشه در حال حاضر روی ویلچر میشینه و یک دست و یک چشم خودش رو از دست داده. مشخص نیست در حملات اخیر هنوز زنده مونده یا نه. همچنین همسر و 2 فرزند او هم طی حملاتی که برای کشته شدن اون صورت گرفته از بین رفتن. گفته میشه ضیف معمار یک شبکه پیچیده از تونل‌ها در زیر نوار غزه است که این منطقه رو به مصر متصل میکنه. تونل‌هایی که سلاح و پول و سایر تجهیزات از اونجا به غزه قاچاق میشه. همچنین برخی هم ضیف رو به عنوان طراح موشک قسام میشناسن. رویترز به نقل از یک منبع آگاه از ضیف که اونو از ضیف رو از ابتدا میشناخته اینطور نوشته: محمد ضیف از سال 1994 در متن تمامی حملات بوده. عماد فالوجی از اعضای دولت حماس در مورد او گفته او در میان مردم پنهان زندگی میکنه و با گذرنامه‌های مختلف و هویت‌های مختلف تردد میکنه. شاید دلیل زنده موندن ضیف این بوده که دایره اطرافیانش بسیار کوچک هستند و اطلاعات زیادی از او در دسترس نیست. نام او در فهرست تروریستی ویژه ایالات متحده قرار داره و حالا که بزرگترین عملیات تروریستی حماس رو طراحی کرده، بیش از همیشه چشم‌ها به دنبال او.